اسرائیل در حال کشاندن آمریکا به جنگ دیگرباره با جمهوری اسلامی است و شبکه کان اسرائیل گفته که ترامپ ممکن پس از سفر به چین درباره آغاز جنگ دیگرباره با ایران یا تمدید محاصره دریایی آن کشور تصمیم بگیرد. ترامپ با اشاره به نقش تاثیرگذار چین بر ایران میگوید که باید هرچه سریعتر با جمهوری اسلامی به توافق برسند. عراقچی امارات را همسو با مخالفان آن کشور دانست و از رویکرد ناعادلانه سازمان ملل در برخورد با رویدادهای جهانی به شدت انتقاد کرد. سلام، به خبر 10 شب با من اسماعیل سادات خوش آمدید. مهمان من دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل است. آقای مفید، شما را خوش آمدید میگوییم. احتمال دیگرباره جنگ ایران آمریکا پس از سفر ترامپ به چین چقدر است؟ به شما جناب سادات صاحب، همکاران تکنیکی و بینندگان گران ارجمند تلویزیون دوستداشتنی یک، بدون شک سفر به پایان هنوز نرسیده. امروز قرار است تا آقای ترامپ در قصر یونان های با آقای چین رئیس جمهور یا رهبر چین دیدار کنند و در اینجا هم روی مسائل مختلف دیگه که هنوز اختلاف است صحبت خواهد کردند. آنچه که اینا به توافق رسیدن یعنی موضوعگیری مشترک دو نفر بود، گشایش تنگه هرمز و رسیدن ایران به افزار و اسلحه اتمی است. که خود ایران هم چین هر دو با این قبلا هم توافقنامه‌شان ابراز کردند. در مسائل آغاز دوباره جنگ، آنچه که شما فرمودین که آقای ترامپ وقتی برگرده، به هیچ وجه من فکر نمی‌کنم که آقای ترامپ دوباره دست به جنگ بزنه. دلیل اصلی از این است که اولا ایران کشور ساده نیست که ارزیابی‌هایی که از جانب CIA صورت گرفته و بازتاب شده در نشرات واشنگتن پست، نیویورک تایمز، ایران از هر لحاظ توانایی جنگیش داره. او 32 مرکز انداخت راکت‌ها و درون‌هایش 30 تا از این فعلا فعال است و همچنان ایران توانایی اقتصادیش طوری که آمریکا پیش بینی کرده بود بر اساس گزارش خود واشنگتن پست قرار بود که یا پیش بینی کردن که ایران تا 6 ماه، ایران بالاتر از 6 ماه دیگه توان وضع اقتصادیش به می حالت حالی باقی میمونه و توان مبارزه را داره و محاصره‌ای که از جانب ایالات متحده آمریکا در محاصره بحری است، اینا نتایج فراکرده‌اش نه تنها به ضرر خود ایالات متحده آمریکا است که به ایران چندان به اصلاح خسارات اهمیت را که پیش بینی میشد نرسانده. همزمان مسائلی میمونه کشورهای منطقه‌ای، کشور عربستان سعودی موضع‌گیریش نسبت به جنگ بسیار تغییر کرده، اگرچه اسناد افشا شده که عربستان سعودی مانند کشور امارات متحده عربی در جنگ علیه ایران سهم داشته و نیابتی‌های یا گروهی را که در عراق بودن جانب عربستان بمباردمان شد، ولی عربستان سعودی به سرعت رد کرد. و آنچه را که برمیگرده به اسرائیل هم اعلام کرده بود که گویا آقای نتانیاهو در جریان جنگ از امارات متحده عربی دیدار کرده و به یک توافق و یک سری مسائل با هم به توافق رسیدند، در حالی که امارات متحده عربی دیدگاه کاملا رد کرد و گفت که اصلا این دیدار صورت نگرفته. برای اینکه شما می‌دونید امارات متحده عربی از چند بخش تشکیل شده. بخش شارجه، امیرنشین شارجه که جزء امارات متحده عربی است، احتجاج بسیار جدی خود علیه حاکمیت دولت موجود که یک مقدار مناسبات با اسرائیل داره ابراز کرده و گفته که مناسبات با اسرائیل، موضع‌گیری کشورهای اسلامی و جهان اسلام در خطر مواجه هستند و مردم امارات مسلمان هستند و به هیچ وجه با این توافق موافق نیستند. در مجموع مسائلی که بررسی کنیم، الان عوامل مختلف دیگه که وجود داره، کمبود مقدار دافع هوایی که در اسرائیل و در خود ایالات متحده آمریکا در 13 پایگاه نظامیش است، خسارات با 13 پایگاه نظامی رسیده. اینا عوامل هستند که به سرعت نمیتونن آمریکا را آماده بسازن تا به یک جنگ دیگه دست بزنه. خب ایران هم با استفاده از شرایط از راکت‌های جدیدش به اصطلاح پرده برداری کرد، درون‌های جدیدش به کار برد و آمادگی خود به دفاع از خود نشان داده. این مسئله بیانگر از است که با تمام تعذیرات، با تمام فشار، ایران حتی حاضر نیست که یک طرح بسیار کوچک آقای ترامپ بپذیره و او مسئله جلوگیری از کاربرد یا استفاده انرژی هسته‌ای تا 25 سال یا تا 15 سال است. ایران هنوز هم پافشاری با مدت بین 5 تا 10 سال داره و از این یک گام عقب نرفته. این بیانگر است که ایران هم یک چیز داره که آمادگی خود به جنگ نشان میده و تقریبا برنده جنگ هم بر اساس نظریات خود نویسنده ها و دانشمندان آمریکایی برنده جنگ بازنده جنگ ایران نیست. بفرمایید. بله آقای مفید، دقیقاً میخواستم امیر بپرسیم که
شما توانایی نظامی ایران چگونه می‌بینید و شما گفتین که آمریکا و اسرائیل یعنی دافع هوا و تجهیزات کافی البته ندارن به خاطر ادامه جنگ. خب پس آمریکا کدام راه را در پیش خواهد گرفت پس از این؟ ایالات متحده امریکا با استفاده از این افکار و اندیشه‌های تهدید که هم از جانب اسرائیل هم از جانب ایالات متحده امریکا و از جانب شخص آقای ترامپ بسیار و گروه ازی به سرعت دامنزده میشه، فقط فعلا تمام امیدواری‌های به می است. ما فکر میکنم که با انتخابات میان دوره‌ای که در ماه اکتبر برگزار میشه در ایالات متحده امریکا و مردم امریکا با اساس سرشماری و به اصطلاح یک ارزیابی صورت گرفته 60 تا 65% علیه ایالات متحده امریکا و سیاست‌هایش در در به اصطلاح در بخش خلیج فارس هستند. اینا عواملی است که آقای ترامپ میخواد به یک دستاورد برسه. خب سفری که در چین داشت که از عوامل اصلی است که خاص خود نشان بده که ما میتونیم مسائل اقتصادی داشتیم پرنش و یا تمکین بسیار جدی که با چین داشت و ستایشی که از آقای شی جین پینگ رئیس جمهوری و رهبر چین کرد، اینا به این است که گویا میخواد همیشه نسبت به مسائل گذشته یک بازنگری کنه و قراردادی که با اینا امضا کرده و طرح فکری آقای مثلا شی جین پینگ که تایوان خط سرخ از است، مبلغ 14 میلیارد دلار افزار جنگی که قرار است امریکا بالای تایوان به فروش رسانده بود بتبرش و چنانچه که اما این مسائل همش به سکوت مانده شد. خواست تقریبا اگر آدم این سفر بازنگری کنه، این سفر کاملا به نفع چین و به نفع شخصیت خود آقای رهبر چین آقای شی جین پینگ بود که ایالات متحده آمریکا با آقای ترامپ نخستین بار برخورد بسیار مؤدبانه کرد، برخورد دیپلماتیک تشریفاتی کرد نسبت به سفری که مثلا به کشورهای عربی داشت. شما دلیلش چی می‌بینین آقای مفید؟ دلیلی رویکرد نرم ترامپ دلالت به چی داره؟ به این داره که آقای ترامپ و امریکا به این باور رسیدن که چین یک کشور بزرگ و اقتصادی است. کشور عربستان سعودی نیست که با او ریشخندی کنه، کشور امارات متحده عربی نیست که به تمسخر بگیره و اونا رو مثل شاگردای خود فکر میکرد که با شاگردای صنف مکتبش است، ولی با آقای شی جین پینگ از موضع یک رهبر مثل یک شاگرد در چوکی شیشته بود، اصلا شعور نمیخورد. با آنچه که میگفت با احترام سر خود دوست میداد، واژه‌های بسیار محترمانه را برداشت رسانه‌های جهانی ممی است که آقای ترامپ بالاخره خود نشان داد که با آدم بزرگی مثل و او را گفت که انسان بزرگ است، سیاستمدار بزرگ است، اقتصاددان بزرگ است، با معاملات اقتصادی خوب بلد است. صفاتایی که با آقای رئیس جمهور رهبر چین داد آقای ترامپ به انگار است که با یک شخص مواجه بود، با یک رهبر مواجه بود. از اون لحاظ وقتی برگردیم همین مسائل ببینیم دوباره داخل جنگ با اسرائیل امریکا و علیه ایران بار دوم، آدم به این بار میرسه که ایالات متحده امریکا فقط با تبلیغات میخواد از این منجلاب هر دوشان خود بیرون بکشن و اگر بتونن بالا ایران بقبولانن یک مقدار بسیار کوچک که هم استفاده سوی است و بگوین که نیابتی‌های خود تحت کنترل قرار بده و یک مقدار هم کوشش کنن بگوین که تولید از افزار جنگی خود محدودتر بسازه، دیگه کدام راهی نمونده. ایران با تمام کافی آمادگی خود داره تا از میهن و خاک خود مردمش دفاع کنه. ببخشید. سپاس آقای مفید. و اگر در آخر هم بسیار اشاره کوتاه داشته باشیم به نقش چین بر ایران که چقدر میتونه چین البته بر ایران نفوذ داشته باشه و چی جایگاهی در سیاست خارجی ایران داره؟ خب به یک چیز فراموش نکنید متاسفانه دیپلماسی همی که تعریف کامل از دادن فقط سیاست اقتصادی چال و فریب است و منافع بزرگترین چیز است. چین در حالی که نباید با آقای ترامپ در مسئله گشایش تنگه هرمز بدون توافق ایران به توافق میرسید و نباید در اعلامیه اخیر خود میگفت که گویا ایران نباید با دسترسی به افزار اتمی اسلحه اتمی داشته باشه. خب گرچه این دو مسائل بسیار آفاقی و غیر قابل توجه است، اما با هم حال می‌بینیم که چین هم منافع خودش نسبت به منافع ایران برتر داشت. اما با هم حال در ظاهر هم دیپلماسی میره حکم میکرد که باید در این مورد با آقای ترامپ به توافق برسه، چون همه جهان میخواد که تنگه هرمز دوباره باز شود و اگه چین میگفت نه باز نشد اختیار یک تخطی دیپلماتیک بود. اما با هم حال با هم مناسبات بین چین و ایران بسیار ژرف و عمیق است، گرچه که در یک توافق صورت گرفته که ایالات متحده آمریکا حاضر شده تا بالای چین نفت برند و گاز و
ضروریات کود کیمیایی و امثال از این قبلا با تکریم مناسبات در این عرصه کاملا توقف بود. دوباره توافق کردن که امریکا و خصوصا وزیر مالی ایالات متحده آمریکا بیسن گفت که ما آماده هستیم که دوباره مناسبات فروش نفت و گاز به آمریکا آغاز کنیم تا بس وابستگیش از شرق میانه یا به اصطلاح خلیج فارس و کشورهای خلیج فارس کم شود. اما با هم حال منافع حکم میکنه، اما با هم این مسائل مناسبات بسیار عمیق و ژرف تاریخی اقتصادی که بین چین و ایران وجود داره، هر دو جزء به اصطلاح پیمان شانگهای هستند، هر دو در سهم مشترک دارن و از منافع یکی دیگر دفاع میکنن. فکر میکنم که در خفا همین منافع تا جای خود باقی بمونه. دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در این وسیله خبری سپاسگزار هستیم. سپاسگزارم جناب سعادت، از شما ممنونم. و شما هم بیننده این گزارش باشید. Let me say a few words first. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر رسمیش به چین گفته است که واشنگتن و پکن در قبال پرونده ایران دیدگاه‌های نزدیک و مشترک دارند و هر دو قدرت تلاش می‌کنند تنش‌ها و بحران‌های جاری در خاورمیانه کاهش یابد. او تاکید کرده که آمریکا و چین خواهان جلوگیری از گسترش جنگ و بی‌ثباتی در منطقه و نمی‌خواهند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. من و شی در مورد ایران دیدگاه‌های بسیار مشابه داریم. ما می‌خواهیم این موضوع پایان یابد. نمی‌خواهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و می‌خواهیم تنگه هرمز باز بماند. And we want them to get it ended. تنگه هرمز سرمایه‌ای است که اصلا قابل مقایسه با هیچ چیز نیست. الان شما می‌بینید 40 سال شعار دادن برای اینکه ایران هسته‌ای میخواد بشه. الان مسئلهشون هسته‌ای شدن ایران نیست، مسئلهشون تنگه هرمزه. ترامپ پس از دیدار با شی جینگ پینگ در مجموعه ژونگنانگهای گفته است که این سفر نتایج مهم اقتصادی و سیاسی در پی داشته و دو کشور به توافق‌های مهم تجارتی دست یافتند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته که چین قصد ندارد به ایران تجهیزات نظامی بدهد، اما می‌خواهد خرید نفت از ایران ادامه یابد و تنگه هرمز نیز باز بماند. I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come up. رئیس جمهور چین به من گفت که آنان تجهیزات نظامی نمی‌دهند، اما در عین حال چین از ایران نفت زیاد خریداری می‌کند و می‌خواهد این روند ادامه داشته باشد. او همچنان می‌خواهد تنگه هرمز باز بماند. It's a long time. از سوی دیگر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اختصاص پاداش 50 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه دایره قانونی گفت چند طرح را از زمان شروع جنگ سوم آماده کردیم که طرح اقدام متقابل توسط نیروهای نظامی و امنیتی از جمله آنها است. امارات در این جنگ در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاد. گفتم که ما نمیخواستیم به خاطر حفظ وحدت و انسجام بریکس وارد این مسائل بشیم، ولی چون نماینده امارات این مسائل رو مطرح کرد ناچار هستیم که حقایق رو برای جامعه بین‌الملل بازگو بکنیم. و نهایتاً هم توصیه کردم به نماینده امارات که اسرائیل، رژیم صهیونیستی، آمریکا نمیتونن برای اونها امنیت به ارمغان بیارن. در همین حال کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک به چین سفر خواهد کرد و آمادگی‌ها برای این سفر جریان دارد. به گفته مقام‌های روسی تاریخ نهایی این سفر به گونه مشترک از سوی مسکو و پکن اعلام خواهد شد. این تحولات در حال انجام شده است که سفر همزمان ترامپ و برنامه سفر پوتین به چین توجه گسترده جهانی را به رقابت و رایزنی قدرت‌های بزرگ درباره پرونده ایران و تحولات منطقه جلب کرده است. و به همین ترتیب میرسیم و پایان بسته خبری ده شب. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.